سلام بچه ها، صبحتون بخیر. خوش اومدین با یه ویدیو دیگه با من. امروز میخوام یه روزم فقط بهتون نشون بدم. امروز دوباره خواب موندم. بچه ها از موقعی که تعطیلی ها اومده من همش صبح خواب میمونم. بعد شاگرد صبحم هم ساعت 7:30 صبح هم کنسل کرده بود. واقعا سختم صبح زود بیدار شدم. گفتم بیام با شما یه روتین صبح بگیرم که شاید اوکی باشه. موام بود دیشب رفتم همون، چون مو پروتئینه یه سشوار کوچولو کشیدم ولی استایلش نکردم. خیلی میخوام صورتم پف کنه. من یا از اینا یا از این گواشا استفاده میکنم، میذارم زیر چشم. آخیش این شکلی قشنگ سردیش باعث میشه که صورتم حالش خوب باشه. بچه ببینیم چقدر پوستم خوب شده. عالی شده اصلا. پشت پلک هم میذارم چون من چشام خیلی پف میکنه. بعد اینجای پوستتون رو بگیرید با این سمتش، با این سمتش اینو ماساژ، البته اینجای پوست رو بگیرید، اینو ماساژ بدیم به سمت بالا. البته من دارم اشتباه میکنم، پوستمو بدون اینکه چرب کنم این کار میکنم. شما این کار نکن. هر سمت 10 بار. بعد با این سمتش این قسمت رو این سمت هم همینطور. اینجا تونم یه دونه اینجا رو بگیرید، پوستتون رو این شکلی. خب این از ماساژ صبحم. اینم بکاره ولی به شرط اینکه این شکلی باشه، این شکلی باشه برای این گوشهای چشم. مثلا اینجا این شکلی، این شکلی. حالا من الان درست انجامش نمیدم. برای پیشونیتونم این کار بکنید بچه. پوستو برای چی باید بگیرید؟ به خاطر اینکه حالا این حالت لیفتش ایجاد بشه. این شکلی و این شکلی. اینا رو میشونیم دوباره میذاریم توی یخچال. هم درست کردم، گفتم که دیگه آماده برم بشینم پشت میزم. ساعت 10:30 شاگرد دارم. الان ساعت 10. چقدر نور اینجا بده. این از این بچه. این لباس هم از استانبول گرفتم، یعنی حوله‌ایه و خب خیلی حس گرما و خوبی بهم میده. میخوام مرغ درست کنم، مرغ مزه‌دار کنم. دیروزم مرغ خوردم ولی از امروز چون رژیمم دوباره گرفتم یه بسته مرغ بزنم بیرون. این ظرف مزه‌دار کردن مرغم به این شکل و قهوه به دست میریم سمت میز کارم. فضایی که حالا من درست کردم برای کارم خیلی حس اعتماد به نفس بیشتری بهم میده برای کار کردن. و اگر بخوام بگم که چه جوری و اینا، میخوام توی ویدیوی هاوس تور بگم که حالا هر کدوم از کجا گرفتم و به چه شکلیه. ولی این فضا یه فضاییه که من موقع درس خوندن، موقع کار کردن، موقع همه چی از این فضا استفاده میکنم و باید با انرژی ترین و پرنور ترین و بهترین حالت ممکنش باشه، چون که بیشتر تایم روزم خب من اینجا میگذرونم. خلاصه که به این شکل امروز قرار بود بریم باشگاه که من خواب موندم. اگر برسم شب میرم، اگرم نه در حد پیاده روی جمعش میکنم دیگه. این شب 2 روزی هستش که شوک‌گذاری ما شروع کردم. البته امروز روز دوم.
این کتاب هم این دفتر هم دفتر ژورنالمه، هم دفتر شوک‌گذاری و خب خیلی حس خوبی داشتم از دیروز تا حالا و واقعا تاثیر داشت. واقعا بچه، یعنی خدا یهو اون نورش رو بهت نشون میده، میگه که من هستم، تو چی میگی این وسط؟ خب خیلی حس خوبیه، شما هم حتما انجام بدین. من کتاب معجزه شوک‌گذاری رابرت رابینز رو اگر اسمش اشتباه نگم خوندم و اون 28 روز رو میخوام پیگیری کنم. امروز روز دوم و خیلی جالبه. اولین روزی که انجام دادم، بذارید بهتون بگم چجوری بود. اولین روز من سعی کردم که 10 تا از حالا چیزایی که بابت شوک گذارم با این جمله بنویسم که من بسیار خوشبختم که جای خالی، چون باعث میشه که بتونم فلان و فلان احساس آرامش بشه کنم. سپاسگزارم 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 و 10 مورد اینجوری میتونیم بگین خدایا سپاسگزارم بابت فلان و فلان، سپاسگزارم سپاسگزارم سپاسگزارم. این مدلشه و واقعا بچه ها یه انرژی موتیویشن اصلا اینجوری میخوره تو صورتت، عالی. خلاصه این که اونور نورش خوب نبود، گفتم بیارمتون این بر. خلاصه این که به این شکله حتما بچه ها انجام بدین این کار رو، سپاسگزاری و شکرگزاری رو انجام بدید، چون که ما خیلی وقتا نعمتایی که در دسترسمون هستش رو نمیبینیم و فکر میکنیم که وای من چقدر بدبختم، من چقدر فلانم، من چقدر اینم، من چقدر اونم. و خدا میگه که خب ببین تو همین چشی که باز کردی، همین دستی که الان میتونی تکونش بدی، همین صندلی که توان مالیشو داشتی و خریدی، همین خونه‌ای که بالا سرته، اینا نعمته. و خب من دوران جنگ واقعا به این نعمت رو پی بردم. این آرامشی که دارم، صبح بلند میشم از هیچی نمیترسم، از این نگران نیستم وای کدوم دوستم مرده، کدوم خانوادم در خطره، نمیدونم فلانی اینجوریه فلانی اینجوریه. نه، صدای گوم گوم میاد، میدونین چی میگم؟ خدا رو شکر کارم هست، خدا رو شکر میتونم درس بخونم، خدا رو شکر میتونم دوره های مختلف رو بگذرونم و اینا همه نیاز به شکرگزاری داره بچه ها. شما وقتی از این هر روز 10 تا مدلش رو بگی، حالا من روز دومش رو نمیدونم چه جوریه، برم انجام بدم بیام ببینم که به چه شکلی بود، ولی خب تازه میفهمی که چیا داری و برای بهتر شدن خودت تلاش میکنی. وقتی ندونی چیا داری نمیشه. مثل چی میمونه؟ مثل یک کمد لباس میمونه که شما یه عالمه لباس داری و بعد دوباره میگی من هیچی ندارم. چرا؟ چون نمیری سر بزنی به کمدت ببینی که چیا داری چیا نداری، نیاز سنجی کنی نسبت به اون چیزی بخری و خب باعث میشه که خرید بدی انجام بدی. درست میگم؟ این یه چیزیه که هست، همیشه هست تو زندگی هممون و ما باید با شکرگزاری، با سپاسگزاری، با اینجور چیزا نیازامونو بفهمیم چیه و برای بهتر شدن خودمون تلاش کنیم. بریم که انجام بدیم. واقعا چیرز. اگر تا اینجا ویدیو نیا کردین یه سابسکرایب به من بدید.
بچه ها پرده رو زدم کنار. احساس میکنم میخواد بارون بیاد. یعنی شکرگزاری من انجام دادم و واقعا حس خوبی دارم. یعنی نگم براتون و پوستم چه خوب شده. خیلی خوشحالم. خب بریم روتین پوستی صبحمون رو انجام بدیم. من اول از همه آبرسان کلینیک عزیز دلم که پوستم خوب کرده و این آبرسان اگر سری جدیداشو خریده باشید پوست رو سفت هم میکنه و کم بزنید بچه ها. مثلا من که پوستم چربه، این 2 تا پاف کل پوستم آبرسانی لازم رو میکنه. گردنتون یادتون نره به این شکل. خب بعد از همه این داستانا من چون حالا شاگرد هم دارم معمولا آرایش نمی کنم تو خونه، ولی ابروامو مرتب میکنم که یه ذره صورتم حس شادابی بیشتری به خودش میگیره. بعد با یه دونه براش این ابروها رو فیکسش میکنیم و یه ارائه دارم. باید نسخه خلاصه دستنویس رو به استاد تحویل بدم. نمیدونم چرا وقتی میتونم بهش نسخه مدل مختلفش رو تحویل بدم این کارا رو میکنم. بعد از این ضد آفتاب میزنم. ضد آفتاب من قبلا یه چیز دیگه بود ولی الان اینو دارم و همین نوروا رو قبلا ببه کرمش رو داشتم ولی الان ضد آفتاب رنگیش رو گرفتم. الان چون بیرون نمیخوایم بریم ضد آفتاب بی رنگ اکتیپور ضد آفتاب بی رنگ و البته زیر بچه همه در واقع اون گوشیم داره زنگ میخوره رشته کلام دستم دارم. زیر همه آرایشاتون بزنید، یعنی اینجوری نباشه که نزنید، چون ضد آفتابای رنگی درصد کمی ضد آفتاب دارن، یعنی اون کاری که ضد آفتاب بی رنگ برای پوستتون انجام میده رو انجام نمیده. خب اینجوری به این شکل ضد آفتاب دیدین زیاد زدم چون که ضد آفتاب این شکل. لیپ بالم دیور یه ذره به لبم رنگ هم میده، دیدین؟ خب میخوام یه کوچولو کانسیلر بزنم زیر چشم، یه ذره، یه نقطه میبینید؟ یه نقطه اینجوری و با دست دوستان، با دست یه کوچولو چیزش میکنیم. بعد به خاطر اینکه حالا خیلی محوش پریوش نشم پودر فیکس فلورمار یه کوچولو روی بینی و اینا میزنم، چون من حالا پوستم یه کوچولو برق میفته، به خاطر همین احتیاج دارم که بعد این کانسیلر که میزنی میره زیر چشتون و خوب نمیشه. اینو یه کوچولو که خودشو گرفت فیدش میکنم، به خاطر اینکه صورتم یه کوچولو رنگ داشته باشه. من عاشق بچه اسمش چیه؟ رژگونه شیکلم رو گرفتم، شماره پینتد پونی این رنگیه، فکر کنم بهتونم نشونش دادم، خیلی اصله، یه صورتیه ملوسیه، من اینو زیاد میزنم دوست دارم. اصلا رژگونه باشه حس کردین تا حالا که انگار همه چی هست. با یه براش فیدش میکنیم به این شکل، نوک بینی و
میره ها بچه، این کم میشه. در من موقع درس دادن اینجوریه این خیلی کم میشه. حالا من با براش کوچولو پخشش کنم و عالی. من آمادم بریم سر کلاسمون. آها بذارید 2 تا عطرم بزنیم حالا که اینجاییم. میخوام از عطر ویکتوریا سیکرت این مدلش استفاده کنم و یه دونه. همه چی مونم که زدیم. بله و تمام. بریم سراغ کلاس. بچه ها من کلاسم یه پارتش تموم شد. ساعت همونطور که میبینید 3:30. چای دم کردم و یک عالمه ظرف نشسته دارم. چای دم کردیم. میخوام نهار بخورم بعد دوباره برم بعد از نهار چای میچسبه. چشمام یه کوچولو ببندم اینجوری چون چشام به شدت درد میکنه. اینا که بلوکاتم نزدم چشام درد میکنه. بچه ویتامینامو میخوام بخورم. منتظرم کلاسم پارت بعدی شروع شه. ویتامینام منیزیم، 2 تا زینک، یه دونه قرص ویتامین A که آهنم باید بخورم ولی آهنم تموم شد، منیزیم هم تموم شد. بذارید ببینیم پیام چیزی. خیر چرا انقدر طول کشید پس؟ عجیب است. امروز یه کلاس یه شاگرد دیگه دارم ساعت 8 شب. بعد تو فکرم بودش که یا برم بیرون پیاده روی کوچولو یا اینکه نه برم باشگاه رو واقعا حسش نیست. ولی شاید برم پیاده روی یه کافه بشینم یه قهوه‌ای بخورم و اینا. ولی توی یه کتابی بود یادم رفت اسم کتابش چیه، میگفتش که شما هر روز باید از خونه بیرون بری. حتی اونایی که کارشون توی خونه است هر روز باید از خونه یه تایمی رو برید بیرون، وگرنه خونه فقط برای خوابه. باید برید بیرون، باید مثلا برید بیرون راه برین یا یه کاری برای خودت بیرون از خونه داشته باشی. و به نظرم ایده بسیار بسیار خوبی بود چون که تایم زیادی تو خونه. خب مثلا من خودم آدمیم که خیلی دوست دارم تو خونه باشم ولی خب اشتباهه چون باعث کسلی میشه. من بعد از اون مثلا حالم بد میشه و نمیدونم دلیلش به خاطر این موضوع بود. بعد فهمیدم آره راست میگی یا دلیلش برای این موضوع بود. بریم ویتامین. یه مدت دارم آب زیاد میخورم، پوستم به خاطر اینم هست خوب شده، ولی در کل به خاطر اون یکی هم هست، به خاطر آبرسان کلینیک هم هست. استادم اومد دیدین؟ بچه چای ریختم بخورم. خواستم برم بیرون ولی حسش رفت دیگه. گفتم که نرم، کلاسم خیلی طول کشید دیگه نتونستم برم بیرون. ولی خیلی دلم یه بیرون میخواد. کاش ماشین داشتم راحت میرفتم. بعد چای ریختم که بخورم. چای دم کرده بودم یه ذره خستگیم در بره. 8 شاگرد دارم، یه کلاس گروهی به 1-2 اونو باید بگذرونم. بعد اینکه بشینم یه ذره درس بخونم تا 6 استراحت کنم
بشینم یه کوچولو درس بخونم. آماده شم برای فردا که میخوام برم دانشگاه. چون 8 تا 9:30 شاگرد دارم، امکان داره نرسم دیگه درس بخونم. 9:30 به بعد. خلاصه این که بچه ها این شکلی. یه ذره حسم اعصابم خورد شد. میگم بعد از ظهر حالم یه جوری میشه، اعصابم خورد شد. سر یه سری موضوعات کوچولو بحث کردم. بعد همین دیگه به هم ریختم. ولی در کل خستم هستم، چون بعد از این کلاسم خیلی سنگینه، سردرد عجیبی میگیرم، چون همش باید به مانیتور نگاه کنم یا باید سریع چیزایی که استاد میگه نوت بردارم. یه کوچولو سخته. خلاصه این که این شکلی. اشکال نداره، یه ذره من نور خونه رو کم کنم، یه ذره آرامش داشته باشم، بهتر میشم. خب بچه ها، من داشتم یوتیوب نگاه میکردم. گفتم که با چایی مارکت یه چیز میزه سفارش دادم که کلاً جمعش شد 247,000. چیا حالا سفارش دادم؟ بیسکویت اورو. از این بیسکویت های کرمدار ساقه طلایی مینو من خیلی دوست دارم. از اینا بیسکویت دوباره شیرین اثر کرمدار. و پوست دستم به شدت خوش شده، بنابراین یه کرم دست گرفتم. حال نداشتم چون میخواستم برم بیرون اصلا کرم دست بگیرم، دیگه نرفتم. و این کرم دست برند ایرانی ساویز دست و صورت کوکونات. یه امتحان کنیم. چه بوی خوبی میده. بوی کوکونات اصلا کلا بوی خوبیه. بعد من چون دستم در سر سرما خیلی خشک می شود. یا کنید اینو میزنیم ببینیم که چی میشه. چون میرم دانشگاه خیلی هم سرده، مثلا دستم با آب بشورم بعد دوباره با اون بشورم، چی بوی خوبی میده. خوب بود بچه ها تا اینجا. بازم مرطوب کنم ببینم چجوریه، ولی یه کرم دست خوب باید بگیرم برای تو کیفم. من آخه هیچ وقت دست و پام خوش نمیشه، بعد پوست بدنم خوش نمیشه. نمیدونم امسال چی شده که من تغییر رویه دادم. و حالا یه کرم دست خوب بگیرم تا اون موقع اینو گرفتم استفاده کنم تو کیفم باشه. خلاصا که اینجوریه. بریم یه ذره بیسکویت بخوریم. دوستم اورو تست کنم. با چایمون رو یوتیوب نگاه کنیم.